خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرده دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودند آغاز کرده و شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه که 12مین بخش از انجیل مقدس را تشکیل می دهد بگشایید تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل دوم حضرت پولس می‌خواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه‌های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی میباشد. و سپس از آیه 15 الی 23 یعنی آخر فصل آیه 2 نشون می‌دهد که مسیح جوابگوی هر نوع آداب و رسوم میباشد و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می‌گردد نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون میخونم و سپس تفسیر آن را تقدیم حضورتون میکنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کولوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می‌کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می‌دارم که پولس رسول می‌گوید: این را به شما می‌گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اغوا نکند. ببینید، از این آیه می توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را، علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند، از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اغوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می‌خواهد ایماندارانی که در شهر کولوسیه زندگی می‌کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه‌های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. میگویند کشیشی از این که میدید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار
باعث لغزش جوانان میشه رنج میبرد. پس موضوع رو به دادگاه میبره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهند این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده می شود و آن کشیش گفت بله من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تأمل گفت به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید میکنن جنگ میکنم. ببینید دوستان عزیز، در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز میدانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کولوسیه بود، زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می‌کردند و مردم را اغوا می‌کردند. فلسفه‌های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده برمیگردانیدند و به سوی بت‌ها توجه می‌کردند. پس حضرت پولس می‌خواد به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل می‌خواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه می‌کنه، بلکه تشویقشون می‌کنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه‌های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می‌گذرد ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم دوستان عزیز بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن می باشد. شیطان به او حمله می کند و او را از ایمانش دور می کنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمی گردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علتهایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه‌ها در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدونی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا میدهیم و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمیدیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن میشویم، زیرا شیطان میداند در ایمان ضعیف هستیم و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و میخواهد ایمانداران را گمراه کنه و برای اینکه در هدفش موفق بشه حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار میبرد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است که با دروغهایش کوشش دارد
ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصاً آنچه که در رابطمون با خدا اثر می‌گذارد، عطا کنه تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای آنکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد، چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی میکنه و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم میکنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی میکنند که بسیار متحد و منظم میباشه که هر سربازی میدونه وظیفه او در این واحد چه چیزی میباشه. ببینید، همه نمیتونن ژنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی ژنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامته همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم. اگرچه همه ما رسول با آن صورت که حضرت پولس بود نیستیم، ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز به روز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید، باید در وی رفتار کنید، یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 از فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دونم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم، وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس 3 مثل را به کار میبره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزیه. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بیریشه‌ای نباشیم که به وسیله سختی‌ها از جا برکنده شویم و به قول رساله به افسوسیان هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد.
وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم، زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه‌ای را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم. سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنایی محکم تعبیر کرده است. کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره. وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می‌آوریم و او ما را می‌بخشه، در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می‌کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می‌کنیم و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنیه که هر روز بر این بنا بیفزاییم تا در ایمانمون کامل شویم. یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم مثل این میمونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم. مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند. ببینید حضرت پولس میخواد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا میکنه و قوی میسازد. اپیفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولوسیه رو تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل رو به این شهر آورد، ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودند، سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند. چرا؟ تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا رو در اختیار داریم و میتونیم اون رو بخونیم و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار میکشه تا آنها را اغوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونید چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کولوسیه هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورتی که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمین دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خویش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور می شود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقه‌باز و مکار میباشند بشوند. به آیات توجه کنید. می‌فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل،
پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکرهای باطل، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشید که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستند ذره‌ای با نوع فکرشون، با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزایند. اتفاقاً اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدند و خداپرستان را مورد مسخره قرار دادند. چرا؟ چون ذره‌ای از عالم معنویت درک نکردند. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می‌روند و در طلب به دست آوردن آن میباشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمیشه، بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می‌آورد پاسخ داده و پاسخ می‌دهد و حکمت حقیقی مسیح میباشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می‌کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طوری که می‌خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفهای چرب و نرم، به وسیله فلسفه‌های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن بلکه به وسیله رسومات و اصولهای مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملاً تعلیم بدهید اصول فانی رو دارید بر مردم تحمیل می‌کنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب میباشند. هستند افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور میشوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیزی دیگریه دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه
کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه می‌خواهد. برای همینه که دوستان عزیز ما به قرائت تمام آیات تأکید می‌کنیم و از شما خواهش می‌کنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا می‌کنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند از همه کمتر خدا را می شناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کنه کمتر از همه خدا را می شناسه. می دانید چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد، فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی دارید صرف می‌کنید و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می‌کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.